رابطه عجیب جاوید شریف با شبنم ثریا و آهنگ جدید جاوید شریف با شبنم ثریا. شبنم ثریا چرا خواسته با جاوید شریف آهنگ دوگانه ثبت کند؟ این آهنگ دوگانه جاوید شریف و شبنم ثریا چی تاریخ نشر خواهد شد؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. جاوید شریف هنرمند عاشقانه خوان، صدای بی‌بدیل و ناماشنا در میان هنرمندان افغانستان که از شهرت هنری خاص در میان جوانان افغانستان برخوردار است. جاوید شریف را به نام تک صدای موسیقی افغانستان یاد می کند. آقای جاوید شریف در سن نوجوانی شروع به سرودن آهنگ کرد و در یک خانواده هنری دیده به جهان گشوده. خانواده‌اش هم از جمله مامایش هنرمند مشهور و نامدار افغانستان است. جاوید شریف همیشه خواسته کارهای هنری دوگانه با هنرمندان جوان و با استعداد افغان و تاجیکی داشته باشد. جاوید شریف اولین هنرمند افغانی بود که با آریانا سعید آهنگ دوگانه سرود و آریانا سعید را به اوج شهرت هنری رساند و بعد از آن جاوید شریف با هنرمندان تاجیک از جمله شبنم ثریا و مدینه نظرو آهنگ‌های دوگانه ثبت و نشر کرد که مورد حمایت و تشویق میلیونی طرفداران و علاقه‌مندانش قرار گرفت. جدیداً جاوید شریف و بار دوم خواسته با شبنم ثریا آهنگ عاشقانه دوگانه ثبت کند و شبنم ثریا ثبت این آهنگ را با جاوید شریف با کمال میل پذیرفته است. ما هم منتظر نشر این آهنگ عاشقانه جاوید شریف و شبنم ثریا خواهیم بود. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقه‌مندان جاوید شریف و شبنم ثریا به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.